بله، اسم ما زنبور است. یک تن از سربازای غنده 114 جهادی ما نو از خر آمدیم. دین روز ساعت 2 بجه لیوای راکت ما تصفیه کردیم و امروز هم ما نو از خر آمدیم که اینجا همراه شما مصاحبه کنیم. بسیار خوب. شما چی توفیه دارین با اینکه شما این ساحه ما دیگر تصفیه کردین؟ چی توفیه دارین برای همشهری های ما دیگر توفیه دیگر نداریم دیگر. برای همشهریان خود یک شعر میخوانیم که مشنویم سر. گفت علیگان و عجب دور و آمده، علیگان و عجب دور و آمده، عجب دورای دیدر ما آمده، عجب دورای دیدر ما آمده. خدا جانه چی روز آمد با کابل، خدا جانه چی روز آمد با کابل، کی کابل شد جایی چوری کپاول، کی کابل شد جایی چوری کپاول. زی هفشار تا با کرغه تا با برچی، زی هفشار تا با کرغه تا با برچی، نه تلویزیون نه کالین مانده کابل، نه تلویزیون نه کالین مانده کابل. تمامی چوبی خانه ها را بردن، تمامی چوبی خانه ها را بردن، برای سخ مجاهدین کابل، برای سخ مجاهدین کابل. علیگان و عجب دور و آمده، علیگان و عجب دور و آمده، عجب دوری دیگر و آمده، عجب دوری دیگر و آمده. بیخونی نوجوانان دلاور، بیخونی نوجوانان دلاور، سیاه پوشند و مادرهای کابل، سیاه پوشند و مادرهای کابل. خداونداز طالبا چی گویم، خداونداز طالبا چی گویم، گرگی وحشی شده غمخوری کابل، گرگی وحشی شده غمخوری کابل. عجب دور و آمده، علیگان و عجب دور و آمده، عجب دوروی دیدر ما آمده، عجب دوروی دیدر ما آمده. خدا جانه چی روز آمد با کابل، خدا جانه چی روز آمد با کابل، کی کابل شد جایی چور و چپاول، کی کابل شد جایی چور و چپاول. زی هفشار تا با کرغه تا با برچی، زی هفشار تا با کرغه تا با برچی، نه تلویزیون نه کالین مانده کابل، نه تلویزیون نه کالین مانده کابل. تمامی چوبی خانه ها را بردن، تمامی چوبی خانه ها را بردن، برای سخ مجاهدین کابل، برای سخ مجاهدین کابل. بیخونی نوجوانان دلاور، بیخونی نوجوانان دلاور، سیاه پوشند و مادرهای کابل، سیاه پوشند و مادرهای کابل. خداونداز طالبا چی گویم، خداونداز طالبا چی گویم، گرگی وحشی شده غمخوری کابل، سگی وحشی شده غمخوری کابل.